الرحمن الرحیم. رهبرانی معظم، حضار محترم، خانم‌ها و آقایان، ملتی با همت، شهید پرور و با عزت، وطن دوست با غیرتی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمتی خدا بر شهدای راه آزادی و جهاد مردان دلیر که جانهایشان را فدای عزت وطن کردند. در رأس رهبری جهاد و مقاومت، شخصی صبور و عالم و با درایت، سیاستمدار و با عزت، شهید صلح و دلسوز به ملت، پروفسور استاد برهان الدین ربانی که تمام عمرش را فدای عزت وطن کرد و به افتخارات مردم می اندیشید. استاد مردی همیشه با خدا، همیشه بیدار و بسیار مهربان بود. لبانش پر از تبسم بود و شفقت به کودکان داشت. مگر با تعصب ناجوان مردانه به دستی مردی خبیث و شیطان صفت جام شهادت نوشید. روحش را جایش بهشتی برین. حضار محترم، اجازه میخواهم از عقب این تریبیون صدای غم آلود کودکان ملکمان را بلند کنم. ملتی با همت، جنگ‌های تحمیلی وطن و مردم ما را به خاک و خون کشاند. کودکان سرزمینمان را بینوا و یتیم ساخت. شیرده و نانآورانمان را جان گرفت. دسترخوان غم را هموار کرد. اشک ماتم چشم هر افغان را پوشانید. فقر مصیبت کلان شد. فرهنگی نفاق ریشه دوان. خوشی‌هایمان پایمالی چوکی خواهی‌ها گشت. مقام طلبان فرمان برداری بیگانه‌ها شدند و مردم ما را چوب سوخت خواست‌های خود ساختند. زندگی را بالای مردم ما تخت گردانیدند. هر خانه افغان پدر یا مادر، برادر یا خواهر، شوهر یا همسر و کودکشان را از دست دادند. حالا میپرسیم این بی‌امنی‌ها تا به کی ما را تهدید میکند؟ چه وقت فرهنگ انتحار و انفجار پایان می‌یابد؟ از بستن، کشتن و زدن چه لذتی به دست می‌آید؟ آیا لذتی زندگی همین است که ما افغان‌ها همیشه بمیریم؟ چرا دنیایمان را تاریک ساخته اید؟ چرا دنیایمان را تاریک ساخته اید؟ چرا اینقدر ظلم روان است؟ چرا هر روز خون افغان جاری است؟ چرا با فتوای بیگانه ها افغان را میکشد؟ عاطفه و ترحم کجاست؟ لقمه نان مظلومان را چرا میگیرید؟ اگر عسکر و یا افسر افغان و یا جوانان مخالف افغان کشته شود، غمش به کی میرسد؟ اشک کی میریزد؟ اشک پاکستانی ها؟ اشک ایرانی ها؟ اشک غربی ها؟ و یا اشک افغان های مظلوم؟ از دموکراسی بیزار شده ایم، زیرا به بازی گرفته شد. فساد داد میزند، قاتلان آزاد میشوند، رشوه‌خوران حمایت می‌گردند، جوانان محتاج می‌شوند، تفاوتگران مکافات می‌بینند و راه نجات مردم ما
گر برویش خورد بی کفن رسوا کند. گر ندانی غیرتی افغانیم چون به میدان آمدی میدانیم. در اخیر از دو کاندید محترم ما آرزومندیم که درد مردمتان را درمان کنید و کشتی ورشکسته کاروان ملت را به سرمنزل مقصود برسانید. و حکومت را برادربار بسازید. در غیر از آن قهر مردم قهر خداست. بس است دیگر سیاهی ها و ماتم، بس است دیگر سیاهی ها و ماتم، بیا تا هم دیگر را باز یابیم. بس است دیگر همه آن غصه و غم، وطن دارم بیا تا شاد باشیم. تو با خشتی و من با خشتی دیگر بسازیم این وطن آباد باشیم. وطن دارم بیا ترکی ستم کن، ز تبعیضات قومی قصه کم کن. نه بالاترم نه هم تو پایین، ز خوفی روز محشر دیدنم کن. تشکر.